خب بریم سراغ یکی دیگه از جعبه ابزارهای سوپر حرفه‌ای رده کیوبریک سیستم وان که بارها گفتیم این رده از جعبه ابزارهای فوق‌العاده هیکلی، بدنساز، ورزشکار، قوی، همه رقمه، علاوه بر زیبایی که داره بسیار کمکتون میکنه که بتونید جعبه ابزارهاتون رو در امن‌ترین شرایط ممکن با خودتون حمل بکنید و جعبه ابزارها و ابزارهای بزرگ رو به راحتی میتونید جابجا بکنید، خصوصا با این مدل از جعبه ابزارها که هم دسته‌های خیلی قوی داره، حالا جلوتر با هم می‌بینید، و هم چرخ‌های فوق‌العاده‌ای داره. و اما یه جعبه ابزار فوق‌العاده برای بچه‌هایی که عاشق آفرودن و دوست دارن که برن حالا یه سری تجهیزات رو با خودشون داشته باشن تو دشت و دمن و صحرا. یه جعبه ابزاری، یه جعبه‌ای که بتونن با خودشون به راحتی حمل بکنن و جابجا بکنن و نگران آسیب دیدن لوازم و تجهیزاتشون هم نباشن، خود جعبه ابزار هم سیف باشه و اگه احیانا تو این جابجایی‌ها تو کوه و دشت و دمنی که دارن بالا پایین میپرن جعبه ابزار آسیب ببینه یا مثلا جایی بیفته تو کف دره‌ای، هر بلایی که سرش بیاد، قطعات داخل جعبه ابزار مطمئن باشین که هیچ آسیبی نخواهند دید. نه اگه حتی تو رودخونه هم بیفته آب واردش نمیشه، نه رطوبت میکشه، نه گرد و غبار. دوستانی که صحرا میرن نگران گرد و غبار نباشن، دوستانی که کنار رودخونه ها میرن و حالا تو شمال میرن جاهای مرطوب میرن نگران رطوبت نباشن. و یکی از صندوق امانات متحرک فوق العاده است برای هم ابزارتون هم تجهیزاتشون. و حتی ما از این جعبه ابزارها به سیستم های امنیتی و موزه ها در واقع مشتریای خیلی زیادی داریم تو اون حوزه که برای جابجایی لوازم و قطعاتی که بسیار فوق العاده حساس هستند و میخوان که خیالشون راحت باشه که هیچ آسیبی به این تجهیزات و قطعات نمیرسه، مشتریای پروپا قرص ما همین رده از صنایع هستن. عرض کردم صنایع فوق العاده حساس اتمی، قطعات تجهیزات اندازه‌گیری، حتی موزه ها دارین از این مدل جعبه ابزارها استفاده میکنن. یه چیز فوق العاده ایه این ترویلی پروفی از رده کیوبریک سیستم وان. رو خودش مثل بقیه رده های جعبه ابزارهای کیوبریک سیستم وان خطکش داره که میتونید به عنوان متر ازش استفاده بکنید. از این فضا برای اینکه بتونید یک لوله‌ای بذارین ببرین یا حالا اون قطعی رو که میخواین برش بهش بدین اینجا قرار بدین ازش استفاده بکنید. این فضاهایی که این شکلیه برای اینه که بتونید مدل‌های دیگه کیوبریک سیستم رو روش نصب بکنید، مثل بقیه درهای این رده ها و لاک هایی که داره برای اینکه بتونید این قطعات رو به هم وصل بکنید. این جعبه ابزار هیکلی ورزشکار داخل خودش 50 کیلو و روش 120 کیلوگرم وزن رو میتونه تحمل بکنه و بتونید باش جابجا بکنید. حالا میبینیم تو ویدیوهای دیگه چه کارهایی میشه با این جعبه ابزار انجام داد. لاک پشتیش برای اینکه محکم‌تر باشه، دسته بالایی محکم که باز لاک میشه برای اینکه بتونید موقعی که دسته رو میکشید برای جابجایی راحت‌تر بتونید ازش استفاده کنید. دو فضا به شکل ارگانایزر که پیچ و مهره ها و یا قطعات ریزتون رو داخلش بزنید و اینها هم باز قابل تنظیم شدن هستش برای اینکه بتونید قطعات با ابعاد مختلف رو ست بکنید. درهای تلقی پلیکربنات که نشکنه و کاملا از قطعات شما محافظت میکنه. قفل‌های محکم کیوبریک مثل همیشه، این قفل‌ها رو میتونید با پوک بزنید باز بکنید. دو تا جای قفل اضافه برای اینکه دوستانی که حالا قطعات ارزشمندی رو دارن بتونن قفل بزنن و یا پلم کنن. عرض کردم خدمتتون خیلی از تجهیزات امنیتی، نظامی، اندازه‌گیری و صنایع حساس کشورمون از این جعبه ها دارن استفاده میکنن برای جابجایی تجهیزاتشون. هم این مدل هم یه مدل دیگه ای که داریم که حالا خدمتتون معرفی میکنیم تو ویدیوهای دیگه. و در فوق‌العاده مشبک، قوی و لایه‌های امنیتی که باعث میشه که این جعبه ابزار فوق‌العاده ضد آب و ضد گرد و غبار باشه. یک سینی داخلی وسیع که کمکتون میکنه قطعات رو داخلش بریزین و بتونید به صورت همراه ازش استفاده بکنید. و فضای داخلی بسیار بزرگ. فوق‌العاده است این جعبه ابزار برای حمل انواع و اقسام ابزارها، تجهیزات و هر آنچه که شما برای فضاهای مختلف و کارهای مختلف نیاز دارید. طول این جعبه ابزار
580 میلیمتر، 380 میلیمتر عرض و 290 میلیمتر، یعنی نزدیک به 30 سانت عمق داره و حجم 44 لیتر رو در خودش جای میده. قفلای فوق‌العاده کیوبریک، چرخ‌های عالی بزرگی که داره و بسیار محکم و فوق‌العاده هستن برای جابجایی. و اما دسته آلومینیومی و فوق‌العاده این جعبه ابزار که تا ارتفاع 97 سانتی متر بالا میاد و به کمکتون میکنه که بتونید تجهیزاتتون رو به راحتی با این جعبه ابزار حمل بکنید و موقعی هم که میخواین جابجاش بکنید این فکر همه جا رو کردن. این دسته‌ای که اینجا هست کمکتون میکنه موقعی که میخواین جعبه ابزار رو بلند کنید و داخل ماشین خودرو یا جابجایی هایی که میخواین یه جایی حالا احیانا پله چیزی جابجاش بکنید، این دسته علاوه بر این یکی دسته بلند کمکتون میکنه که بتونید به راحتی جعبه ابزارتون رو حمل بکنید و ازش استفاده بکنید. بریم تو ویدیوهای دیگه. برای اینکه ویدیومون خیلی طولانی نشه توی ویدیوهای دیگه بهتون نشون بدم که چجوری میتونید با این جعبه ابزار به همراه بقیه ست های سری وان یک کارگاه بزرگ رو به صورت پورتابل خودتون حمل بکنید با کلیه تجهیزاتی که نیاز دارید. بریم تو ویدیوهای بعدی.